سلام. متشکرم که این دوره را انتخاب کردید. توی این بخش در مورد ایجاد رابط گرافیکی کاربر یا همون GUI توی ای صحبت میکنیم. اینکه چطور متغیرهای ورودی و خروجی رو به پنجره دیاگرام اضافه کنیم. چطور توی این پنجره شکل بکشیم، فرمول بنویسیم یا شکل‌ها رو از نرم افزارهای دیگه وارد این پنجره کنیم. چطور نمایش نمودار رو به این پنجره اضافه کنیم. و با همه اینها یه رابط گرافیکی برای محاسبات خودمون ایجاد میکنیم. اول با امکانات ویرایش تجاری یه رابط گرافیکی ایجاد میکنیم. بعد هم این رابط رو با امکانات ویرایش حرفه‌ای بهبود میدیم. خب شروع کنیم. رابط گرافیکی کاربر یا همون GUI برای ساده کردن ورودی و خروجی اطلاعات به کار میره. برای تأکید روی نتایج و کمک به کاربر برای درک بهتر روند ورود و خروج اطلاعات یا درک بهتر نتایج. GUI که بهش گویی هم میگن شامل 3 بخش هست. بخش ورودی که اطلاعات ورودی رو از کاربر میگیره. بخش خروجی که نتایج رو به کاربر نشون میده. و بخش تزیینی که برای دکوراسیون و تأکید بیشتر برای درک بهتر به کار میره. اینکه چطور شما ورودی و خروجی ها رو روی شکلتون بچینید، چطور اونها رو به کاربر ارائه بدید. خب این بخش رو با یک مثال ساده پیش ببریم. سیکل های ترکیبی با داشتن بازده حدود 60% برای تولید برق در صنعت برق بسیار جذاب هستند. یک سیکل ترکیبی ساده از یک دوربین گاز، یک مبدل بازیاب به نام HRSG و یک سیکل بخار تشکیل شده. HRSG مخفف Heat Recovery Steam Generator عملاً نقش بویلر در یک سیکل بخار رو داره و گرمای دود خروجی از دوربین گاز رو برای تولید بخار استفاده میکنه. برای داشتن یک رابط گرافیکی اولین قدم داشتن یک مدل بدون اشکال از سیستمه. پس مدل رو ایجاد میکنیم. کسری از انرژی ورودی به توربین گاز که برابر بازده اون هست به کار تبدیل میشه و باقی مونده اون به صورت حرارت از اگزوز توربین گاز خارج میشه. HRSG از این گرمای خروجی برای تولید بخار استفاده میکنه. عملاً مثل یک بویلر که با گرمای گازهای خروجی توربین گاز کار میکنه. کسری از این انرژی ورودی به بخار منتقل میشه و باقی مونده از HRSG خارج میشه. به همین ترتیب کسری از انرژی ورودی به سیکل بخار به کار تبدیل میشه یا با تقریب خوبی میشه گفت به برق تبدیل میشه، چون بازده ژنراتورهای بزرگ تا 99% هم بالا میره و بخشی از اون هم از کندانسور خارج میشه. حالا پنجره دیاگرام رو باز میکنیم. قبل از اضافه کردن متغیرها خوبه که دکوراسیون دیاگرام رو ایجاد کنیم. این دکوراسیون میتونه مستقیما توی پنجره دیاگرام رسم بشه.
بعد از ایجاد مدل، ورودی و خروجی هایی که میخوایم در پنجره دیاگرام داشته باشیم رو مشخص میکنیم. برای این مثال مقادیر انرژی ورودی و خروجی از سیستم و بازده ها. متغیرهای ورودی توی پنجره دیاگرام هم به عنوان معلوم حساب میشن. لازم هست متغیرهای ورودی رو از پنجره معادلات حذف کنیم. راه حل بهتر قرار دادن اونها بین دستور $if not diagram window و $and if هست. به این صورت برنامه ما وقتی که پنجره دیاگرام فعال نیست هم جواب میده. توجه داشته باشید اگه پنجره دیاگرام پشت پنجره معادلات باز باشه فعال محسوب میشه. پس پنجره دیاگرام رو انتخاب کرد و اون رو ببندید. حالا متغیرهای ورودی رو وارد میکنیم. قبلا متن ساده رو انتخاب کردیم. حالا از همین پنجره نوع ورودی رو انتخاب میکنیم. متغیر ورودی رو انتخاب میکنیم و تنظیماتش رو انجام میدیم. برای انجام محاسبات کلید کلکولیشن رو به دیاگرام اضافه میکنیم. این کلید زمانی فعال میشه که حالت پنجره دیاگرام ما حالت محاسباتی باشه. پس ابزار پنجره رو میبندیم تا به حالت محاسباتی بریم. توی این مثال میخوایم از یه تصویر برای ساخت GUI استفاده کنیم.
اما تصویر رو نمیشه مستقیم وارد ویرایش تجاری ایز کرد. پس این تصویر رو اول به پاورپوینت انتقال میدیم، از اونجا تصویر رو کپی میکنیم و توی پنجره دیاگرام ایز پیست میکنیم. حالا یک متغیر رشته‌ای اضافه می‌کنیم. متغیر رشته‌ای حالت خاص و قدرتمندی داره. شما میتونید توی پنجره دیاگرام برای متغیر رشته‌ای کامبو باکس بذارید و میشه مقدار یک یا چند متغیر رو متناسب با انتخاب کامبو باکس تعیین کرد. اینجا میخوایم که مدل توربین ها رو به عنوان متغیر رشته‌ای از کامبو باکس انتخاب کنیم و مقادیر معادل بازده و توان هر توربین توی مسئله قرار بگیره. اطلاعات توربین ها رو از کاتالوگ توربین زیمنس استخراج کردم.
حالا رابط گرافیکی کاربری که ایجاد کردیم رو ببینید. داریم به جای خوبی میرسیم. برای اینکه وقتی کاربر با GUI کار میکنه بتونه با کلید تب صفحه کلید به ترتیب به متغیرهای ورودی دسترسی پیدا کنه، تب اوردر متغیرها رو تصحیح میکنیم. اگه نموداری رو قبلا رسم کرده باشیم میتونیم که یک کلید نمودار هم به رابط گرافیک کاربر خودمون اضافه کنیم تا کاربر رو به نمودار ارجاع بدیم. اما توی ویرایش تجاری نمیشه نمودار رو مستقیم توی پنجره دیاگرام نمایش داد.